هفته خبر تو خبر داره براتون از قاد زدن عظما تو جمع مسئولان نظام که زیر فشارها و تهدیدات کارد به استخونش رسید و از زور دلپیچه تگری زد رو نظام مقدس و مقتدرش. ما نقاط ضعف هم داریم. اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف‌های خودمون رو نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. به ضربه‌ای که خواهی خورد هم میرسیم، اما قبلش بگو ضربه هایی رو که تا الان خوردی علتش چی بوده؟ به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم. به منازعات سیاسی، به مشاجرات. اینا نقاط ضعفه. به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منش‌های اشرافی سرگرم شدیم. آقا مثل اینکه وضع خیلی داغونه. آقا بریز اشکو بیاد. اشکا رو ول کن که هوای نظام بد جوری ابریه. بابا شما هم که فقط پلی بک میکنید. دریغ از یه قطره اشک. بابا مگه نمیبینید که سیدعلی داره میسوزه؟ سیدعل بهشون بگو که چی باعث شده به این روز بیفتی. غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن. مواردی از این چیزها غفلت کردیم. غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه‌ای کشور. اینا نقاط ضعف ماست. میل به رفتارهای قبیله‌ای در میدان سیاست، در میدان اقتصاد. یکی از محل‌های برخوردهای قبیله‌ای مجلس وحوشه که هر روز توش بین باندهای مختلف همچین برخوردهایی پیش میاد. یعنی وسط حرف بنده آمدی من فکر می‌کنم یه عده‌ای تو مجلس چند نفری هستن فقط می‌خوان مجلس خراب کنن. اصلا اجازه بدید عرض بنده تمام بشه. شما داره اشتباه می‌فهمید. فرمایشتون تموم شد؟ نه خیر، اصلا نگذاشتید من حرف بزنم. خب پس بفرمایید آقای به شرطی که وسط حرف من نیید. مغلطه می‌کنید. ولی دردای عظما به همین جا ختم نمیشه. درد بزرگتر اینه که دیگه کسی رمق کار کردن نداره. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. شاید مقامات نظام باید از این استاد چینی یاد بگیرن که متخصص کار کردن در حین خوابیدنه. و حالا این شما و محصول جدید سنگ پای محمود برای ثبت در کتاب رکورد گینس. اظهار نظر رسمی محمود سنگپا بعد از شنیدن خبر اعتراضات لندن. خب این چه طرز رفتاری است که با مردمشون دارن؟ من میخوام توصیه کنم به مسئولین انگلیس، من میگم به خودشون بیان کنار مردمشون قرار بگیرن، مدیریتشون رو اصلاح کنن، یادا به مردم خودشون برسن. دیگه چه اتفاقی باید بیفته که شورای امنیت عکس العمل نشون بده؟ اصلا ببینیم شورای امنیت میتونه عکس العمل نشون بده؟ آیا شورای امنیت میتونه یه عضو دائم خودشو محکوم کنه؟ ناظران سیاسی بعد از دیدن این فیگورهای احمدی نژاد اظهار داشتند کشک. تلاش احمدی نژاد برای مطرح کردن خودش با این فیگورها چیزی مشابه فیگورهای این هنرمند تازه به دوران رسیده است که میخواست با این فیلم معروف بشه. حالا بریم سراغ آرزوهای بزرگ احمدی نژاد که خیلی برای محقق کردنشون تلاش کرده. اگه نظر شخصی من رو میخواید، من آرزو دارم حتی در دنیا یک زندانی وجود نداشته. آخه مرتی که دبنگ، تو که برای دنیا از این آرزوها میکنی،
پس چرا زندونای ایران رو پر کردی؟ در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست. اوج آزادی است. دروغ حرفات همه دروغه، دروغ 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 حرفات همه دروغه. این همه کلک سینه از که داری، یه ذره رو راستی چرا نداری، یه ذره رو راستی چرا نداری. یکی دیگه از مشکلات نظام که این روزها دائم نسبت به اون هشدار میدن یه موجودیه که اصلا روی زمین نیست بلکه در فضاست، ولی از همونجا برای نظام مشکل درست میکنه. که ماهواره خوب در ایران ممنوعه و درست هم است که ممنوعه، برای اینکه ماهواره ها شاید در واقع خطرناکترین پدیده فرهنگی برای فرهنگ ملت ماست، برای اینکه چیزهایی رو متضاد با فرهنگ ملی ما پخش میکنن و همین دلیل ممنوع شده و واقعا باید در واقع اثرات نامطلوب ماهواره ها برای مردم ما تشریح بشه. حالا برای مقابله با این پدیده خطرناک سیدعلی چیکار کرده؟ الان توی کشور ما یه چیز حدود 100 تا کانال توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داره برنامه پخش میکنه. خب بریم یکم توی این کانال ها بچرخیم و ببینیم چه برنامه های جذابی پخش میکنن. بله، آخوند روزخون در رابطه با ثانیه به ثانیه عمرت خسیس باش. آخوند مجری یه چیز ثابته. یه نگاه ماکروسکوپی به همین 2011 بکن. این ماکروسکوپی خیلی خوبه. خب آخوند در برنامه جوانان. ببین نقد به امثال ما هم وارده، میگن اینا آخوندن در هر چیزی دخالت میکنه، راجع به هر چیزی حرف میزنه. آره. و آخوند خودمونی که دیگه خودش هم حوصله‌اش از خودش سر رفته. فردا شب میشه من نیام؟ نه نمیشه. میخواین شب وفاتش بریم؟ که فردا شب نیام اگه بخوام شب وفات بیام. 3 شب پشت سرم مردم چقدر آخوند ببینه. بله، این مشکل همه برنامه‌های پشم و شیشه است که از یه طرف بابیل آخوند میریزن تو برنامه، ولی همینها توی برنامه رو دستشون باد میکنن. و وقتی که ما گفتیم که آقای سلک قراره تو برنامه ما حضور پیدا کنن، یک سری از دوستانی که دلسوزی میخواستن برای ما بکنن گفتن آقا حیف برنامه‌تون نیست، شما میخواین روحانی بیاین تو برنامه‌تون، برنامه رو با کله بزنین زمین. میشه برنامه‌ای رو با آقای سلک که لباس روحانیت تنشونه روی آنتن برد که این برنامه از همه برنامه‌های دیگه ما که کلی جنگولک بازی و شلخک بازی توش میکنیم جذاب‌تر باشه. این هم یه سوتی نمونه از تلویزیون نظام که خبرنگاری که انگلیسی بلد نیست مهمان خارجی آورده پای میکروفون، تازه مترجم هم نداره. What's your name? My name is Hamad. Hamad Maki. Hamad? Hamad Maki. Hamad Maki. جان؟ نه میپرسن ازشون What is off یه لحظه من سوالو ببینم یه لحظه. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه راننده تاکسی هموطن جلب می‌کنیم که دیگه نیازی به دستگاه پخش توی ماشینش نداره. اون شب عشق گفتم تا درایی، پرده دلم روی ما گشایی. ای دل درا دیوانم، من عاشق میرانم، جوری بپا کن عشق و نگاه کن. دل از یاد تو من سردم کجایی، چرا در یاد عشق من نیایی. مگر با یاد عشقت بیقرارم، کجا رفته فروغ روزگارم. واقعا دست درد کنه.